سلام علیکم. خوبین؟ سلامتین؟ زنده باشین. همیشه سلامت باشید ایشالله. من زهرا دیانتیم از روستای گلپایگون، روستا گلپایگون. خب یه حیاط داشتیم، جلو حیاط یه رودخونه بود. رودخونم تا کلش آب بود اون موقع. حالا خشک سالی گرفته، آب نداره و هم یه رودخونه قشنگی، چیز سنگکاری همه چی انقدر قشنگه، جا شما خالی. اون موقع خیلی آب داشت، خیلی تا کلش آب میرفت، گم میزد میرفت. درمون چوبی بود، در حیاطمون خیلی مشتی بود، یه سکه اون ور بود یه سکه اون ور بود. در حیاطمون می نشستن، پدر مادرم می نشستن، خسته می شدن می نشستن اونجا. باغ داشتیم، باغ جاهات داشتیم، 3-4 تا باغ داشتیم، 3-4 تا زمین که دیگه هیچی. بابام حاجی بود، هیچی. حالا دیگه اصلا همه رو خشک سالی گرفته و همه رو فروختن اومدن تو تهران، خراب. آره اینجوری. منم که 5 تا بچه داشتم، 3 تاش رفته، با نوام 4 تا، خودم موندم با این نوام. پس دخترم که تصادف کرد. هیچ. خودم هم 2 تا دختر دارم با این 3 تا. منو میگه. آره اسمش فرانک خانم. دیگه خدافظ. نه خدافظ نکن، تعریف کن. چی بگم تعریف؟ راستی قالیچه تو کمدت بوده. بله. حالا رفته دنبال قالیچه. اون خاطره که بابا مهدی ننهاجه رو میزد بگو. آها. نه بابام ننم میخواسته بزنه با کیمبیل هم میدونی چیه؟ بیل بلند. بیل بلند کرده بزنیم تو کلش. مادرم گفته برو حاج علی فوت کرده تجربه مثلا. حالا خمپیش هم نمیگفت تجربه هیچی. اینم بیلو انداخته زمین. ای که چش بود، چرا مرده؟ زن یه کت منو بیار تا برم فاتح خونی. هیچی. این کتشو میاره نه تنش میکنه و میره، راه میفته میره. اون وقت میگه چیکار کنم؟ نه میگه چیکار کنم؟ حالا بهش بگم دروغه. میدوه دنبالش. ای مشمیدی بیا. نمیدونم اینجا بوزه حروم شده، گوسفنده حروم شده، شتره حروم شده، بیا. هیچی. برمیگرده میبینه دروغه. هیچی نمازین. این دعوا مالیده میشه، میره پی کارش. باشه اینکه نزنش اینطوری گفت. آره هیچی. میان میبینه نه هیچی به هیچی. میگه دختر زن دروغ گفتی. گفت من دروغ گفتم نه تو. حالا میرفته اونجا خشک خالی، هیچ کی نبود، نمرده بود که من از قصی گفتم که تو منو نزنی با بیل. چقدر باهوش بوده. آره با بیل منو نزنی، دروغ گفت. اینم میخنده و میره سراغ کارش. اینم از این. خدافظ. نه خدافظ بابا بلا دیگه. شما چند سالت بود ازدواج کردی؟ من یا 9 سالم بود یا 9 سالم بود یا 12 سالم هم. اون وقتم گیر یه نانجیب افتادم. این چیز فردالله میبینه آخه. نه بابا گیر بالاخره یه خانواده خوشرو و خوشخنده گیره اونا افتادم که دیگه راست و مستم ازم در اومد. هیچی دیگه، هیچ مرده بردنم تو پیش بابا ننم.
دور از رو. میگفتن تو کلفت بودی تو اون خونه؟ گفتن نه بابا من عروسشون بودم. خب چرا؟ ما خیلی تو کلفت بودی. تازه با اینکه چی پدرت اون موقع خان بوده. دختر بابام خان بوده، بابام خان بوده، همشون. ما از در دسته اون حاجی ها بودیم. اسم زنه چی بود؟ اسم زنه کی؟ یعنی همون مامان سلطنتی. نه میفهمه. خدا فرد. خب بلم بسه